جمون من دیگه نمیکشم، من نمیتونم. چرا تو شدی؟ نگاه کن، تو روزی اومدی من سیغه کردی با عالی جناب یونتقار نمیگفتی من خوشبختش میکنم. کو نه همش جنگ، همه سرت دومال فز نمیگرد، یه قرون پول نداری. نگاه کن من یه ایده‌ای به ذهن رسید پاره. بابا چی؟ نگاه کن ما میریم مردم چسان قدیم میگه نمک گوگوریو میاریم میدیم تو کیلوی 10,000 تومان تا 2 ماه دیگه میدیم تو. و تو بعدش 2 ماه دیگه نمک اصلا قد پدرت میخواد بیاری. نمیدیم شو. نمیشه بچ میگیرنت دیونه ای، اصلا مجوز نمیدن. امپراتور کیه؟ پدرت. تو مشاهده ما نه دربار چیزن رو در دیده با دست من میفهمم. من خوشگل، پدرت خوشگل، تو به که رفتی مثل میشیشی؟ بره توقاقی بزن مرتوب. خونگاه که یه تبلیغی بگو اول یارو تسو هشمون بذاره. بچه تو چرا اسما رو جوری میگی؟ چی؟ من الان به تو بگم جمونگو خوبه؟ تسو چیزه؟ آقای تس. آقای تس بگو یه تبلیغ هشمون بذاره، بچه این ملکه وونهو یه دیگه بذاره با بقیه این بلانگیرا چسان قدیم و چسان جدید و چسان میاندار من خودم صحبت کنم. در میگینه هموتو کمپانی وانت کننده نمک دوستان عزیز هم هستن، پنجتون گذاشتم حتما دوما کنه آسیما ثقتونم. ستانو بدبخت شدیم بیچار شدی به خاک سیاه نشستیم. چطور شده؟ جمون گرخته. این که من راه میبرم تو چطوری؟ من چطورم 50 کیلو نمک فقط من خریده بودم، الان باید چیکار کنم؟ ستانو بله خدا مش مرگت بده. تو چرا چی کاری کردی؟ تو که خود مو بودی، تو میگه این همسایار نمیشناسی.